روز برش گفتم ببخشی، خودت بسیار مهربانی میکنی، پرسان مرا میکنی. ما هم میخوایم یک وظیفه خود انجام بدم که باز تو از ما خفه نشی. تو هم یک حق سر ما داری. ما چی حق دارم سر تو؟ گفتم حق تو سر مایی است که در روز قیامت اگر به طرف دوزخ تو را ببرند، باز مرا نگوی که استاد چرا مرا نگفتی که قرآن کلام الله هست، ما او را میخواندم به دوزخ نمیرفتم. قرآن عظیم شان بخوان و به اسلام انشاءالله تعالی اعتراف میکنی. ما گفتم فقط اینه، گفتم به خاطر از که باز روز قیامت مرا نگویی که این استاد نگفتی بودی. نه، من گفتم تا اینه، اگرچه ما بندی هستم و تو آزاد هستی. وعده کرد الله